به عنوان مخاطب همیشگی ما برای ورود به گردان کامنت گذاران هر کاری میگم رو انجام بده. حله بزن بریم. برای جنوب که جنگه ابراز ناراحتی کن. بمیرم برای جنوب کشور. لعنت به آمریکای خوب. کی گفت از آمریکا اسم ببرید؟ آخه اون داره میزنه. ولی که میگم و بکن فقط. برای کشته شدن سربازا گریه گذاری کن. قبلا مگه خوشحالی نمی‌کردیم که نظامی‌ها رو میزنه؟ سوال نپرس. بگو توافق نکردن اینا باعث جنگ شد. مگه اونا چند بار وسط توافق حمله نکردن؟ آقا اینو کیو برده اینجا؟ هیچ سوال میپرسه. بلدی توافق نشدن و مسخره کنی یا نه؟ یادم مسخرهشون می‌کردیم که چرا به جای انتقام دارن با قاتلشون توافق میکنن. علاوه بر سوال پرسیدن یه چیزایی هم یادش از قبل. بگو چرا سربازا که بچه‌های مردمن کشته میشن ولی فرمانده ها نه؟ تو همین دیروز اسم فرمانده‌های کشته شده رو لیست می‌کردیم تو کامنت ها واسه یه ارزشی سوزون. من با این ادامه نمیدم ها. بگو 30 میلیون جان فدا برن جنوب بجنگن. مگه نمیگفتیم عددش فیکه؟ خب بگو اونایی که با نظام موافقن برن. مگه غیر از این بوده تا الان؟ گارد جاویدان پشت لانچر لبه مرز بودن. چقدر رو مخی تو؟ بگو اسلحه بگیرن دستشون برن جنگ. جنگ هواییه. با اسلحه جلو موشک‌ها رو بگیرن. اگه جنگ زمینی بشه که باید بگی مردم راحت تسلیم سرباز آمریکایی بشن. تسلیم؟ پس اون همه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران کش بود. این داره منو دیوونه میکنه. بلدی از زبون مردم عادی حرف بزنی؟ آره بابا من خودم مردمم. بگو جنگ بشه باعث میشه زیر ساختار نابود شه. خب بشه. مگه یه ریالش تو جیب من میره؟ زیر ساخت مال حکومت نه مردم. نه این حرف مال 4 ماه پیشه. چیزی که الان میگم و بگو. آخه قرار بود بهترشو بسازیم دیگه نه؟ باشه ولی الان به خاطر این جنگ طلبا داره نابود میشه. منظورت از جنگ طلب خود ماییم که از عموهامون درخواست حمله کردیم؟ خفه شو داری روانی میکنی. باشه ببخشید از اول بگو. برای جنوب ابراز ناراحتی کن. بمیرم برای جنوب و مادرای داغدار مینا. نه اینا چیه؟ جنوب دیگه نکنه شماله. من از دست این نجات بدین. هم حافظش خوبه هم سوال براش پیش میاد. هم آیکیوش پایین نیست. من توضیح میخوام آقا. هر چی میگم تکرار کنه بدون چون و چرا با هم ما با اگر. خب حالا به خودت فشار نیار بچت میفته. بس چه بگو چه دیگه به کفشته. واقعیت اینه که من هیچ وقت مخاطب شما نبوده و نیستم. یا آدم شستشوی مغزی نشده.